بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز قسمت دوم داستان سراقة ابن مالک هست. اگه یادتون باشه گفتیم پیامبر خدا صلی الله علیه و مکه رو به قصد مدینه ترک کرد و هجرت کرد، با ابوبکر بود و چون مشرکین نتونستن به محمد صلی الله علیه و دست پیدا کنن، جایزه بزرگی گذاشتن به حساب اون زمان. 100 تا از بهترین شترانشون که هر کی محمد رو بتونه زنده یا مردهش بیاره 100 تا شتر بهش میدیم. و گفتیم سراقة ابن مالک که در همین قبایل نزدیک مکه بود، وقتی این رو شنید چطوری پنهانی خودش رو چیکار کرد، حرکت کرد با اسبش و با سلاح و اینها که بره محمد رو زنده یا مرده دستگیر کنه، به این 100 تا شتر برسه. و گفتیم چطوری حتی قوم خودش رو فریب داد که مثلا یکی گفت آره دیدن اینها رو 3 نفر در این مسیر میرفتن، گفت نه بابا این کسای دیگه بودن، شترشون رو گم کردن، اونها دنبال شترشون بودن. و پنهانی خارج شد. به اونجا رسیدیم که دفعه اسب سراقة ابن مالک لغزید، خورد زمین. و عرب خب اینو بد میدونست، از چیز خیلی عجیب بود، اینو به فال بد زد. دوباره سوار شد، دوباره خورد زمین، بازم به فال بد زد این صحنه رو، اتفاق رو. اما گفت نه بابا 100 تا شتر رو میخواد دست بدی. تو همین لحظات بود یه چشم شد محمد صلی الله علیه و ابوبکر و راهنماشون از دور دیده میشه. این صحنه رو که دید دیگه خیلی خوشحال شد، دست به تیر کمان خودش برد که تیر بندازه، اما دید هر کار میکنه این توان رو نداره این کار انجام بده، مثل که دستاش خوش شده باشه. نگاه کرد دید که سمهای اسبش تو زمین فرو رفته، اون منطقه سنگلاخ هم هست دیگه، سمهای اسبش تو زمین گیر کرده و اسب بخواد مثلا ماشین چیزی بوکس و باد میکنه، همینچینی سمها مثلا گرد و خاک راه میفته، اسب نمیتونه حرکت کنه. هر کار کرد این اسب حرکت کنه، دید نمیتونه، مثل این که اصلا اسب میخکوب شده باشه سر جاش. رو به رسول خدا صلی الله علیه و کرد، رو به ابوبکر با صدای بلند فریاد زد آی فلانیا، من میدونم یه اتفاق هر کاری از دست شما شده، یه کاری کنید من اصلا اسبم حرکت نمیکنه، خودم اینجوری هم چیز بشه، کاری کنید که بالاخره من از این شرایط در بیام و فلان، بهتون کاری ندارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و دعا کرد و بالاخره شرایطشون دوباره عادی شد. باز که دید نه اسب حرکت میکنه، خود شرایطش عادیه، دوباره طمعکار شد، گفت نه من چرا فرصت 100 تا شتر مگه میشه. دوباره با اسبش به طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و حرکت کرد که خودش رو به اونها برسونه. خب بیان هم جنگاور ورزیده‌ای بود، یعنی فرض کن مثل گفتم یه کماندویی بود. دوباره همون اتفاق براش افتاد و تعجب کرده بود چرا نمیتونه و اسب حرکت نمیکنه و خودش هم به این گونه هست. دوباره فریاد زد و گفت به داد من برسید، با نگاه کنید من اشتباه کردم فلان، بیاید من اسلحه خودم و هر چی دارم به شما میدم، ولی این وضعیت منو خارج بکنید، مواد غذایی هر چی داریم بهتون میدم، ولی کار که من از این وضعیت خارج بشم. یک حالتی بود که اصلا نمیدونست چیکار بکنه، اسب متوقف شد و خودش هم اصلا مثل که حالا چه اتفاقی افتاده چه سر جای خودش خشکش زده بود. ابوبکر و محمد صلی الله علیه و آله گفتن ما نه به غذای تو نیاز داریم نه به اون چی که تو داری، اما یه کار بکن، قول بده، چون کسان دیگه ای هم به دنبال ما میان توی مسیر، که اگر اینها رو دیدی اینها رو از ما دور کنی، کاری کنی که اینها به دنبال ما نیان. این قول رو میدیم ما تو رو به قول معروف از این وضعیت در میاریم. گفت با من به شما قول میدم. این دیگه خب عرب دیگه واقعا پیمانی که می‌بست اینجوری بود. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خب دعا کرد و دوباره از اون شرایط این خارج شد. وقتی که میخواست برگرده دوباره صدا زد، دوباره فریاد زد، گفت یک لحظه وایسید من میخوام با شما صحبت کنم. قسم به خدا این دفعه نیت بدی ندارم، نمیخوام کاری کنم که شما ناراحت بشین. خب گفتن چی میخوای تو بگو داستان چیه؟ گفت نگاه کنید محمد، من با این چیزی که از شما دیدم میدونم که دین شما به زودی بر دنیا غلبه خواهد کرد. این حس رو کردم، این درک میکنم. شما یه کاری بکن، حالا من میرم و من اگه کسی رو دیدم از راه شما، از مسیر راهشون منحرف میکنم که دنبال شما نیان، اما اگر یه روزی شما به یه قدرتی رسیدید و بالاخره پادشاهی بر اساس هم زن عرب رسیدی، الان بیا من یه نامه بده که اون روز هوای منو داشته باشی، بالاخره من چیز میزی بدی و مثلا منو مورد الطاف خودت قرار بدی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو به ابوبکر صدیق کرد، گفت براش روی چیزی بنویس و بالاخره ابوبکر صدیق هم اونجا میگن روی استخوان چیزی بود، براش چیزی نوشت، بعضیا میگن نه اون راهنماشون این رو نوشت. وقتی که این میخواست سراقة ابن مالک برگرده، حالا اونم از پیامبر گرفت نامه‌ای که دیگه حس کرده بود اینجوریه، پیامبر گفت یا سراقه، گفت چیه؟ گفت یه چیزی بهت میگم، اگه تو یه روز لباسهای کسری پادشاه سرزمین فارس رو تنت کردی داشت دیدی، چی میگی؟ ممکنه گفت یا سراقه، گفت کسری پسر هرمز. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت بله کسری پسر هرمز، اگه یه روز این لباسهای اون تنت بود چی میگی؟ خب این خیلی تعجب کرد.
در هر صورت سراقه هم رفت به دنبال کار خودش رو دید بله گروه‌های اومدن و دارن دسته دسته، مثل که خب جایزه بود، قرعه کشی بود دیگه، که میگن هر کی برنده بشه به این جایزه دست پیدا کنه، زنده مرده محمد رو به دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله میگردن. گفت بابا برید، من تمام این مسیر رو گشتم، من خودم اینجا ردیاب هستم و تمام بیابان‌ها رو میشناسم، هیچ خبری نیستش، من فکر میکنم راه رو شما اشتباه راهنماتون آورده، برید مسیرهای دیگر رو نگاه بکنید، اینجا خودتون خسته نکنید. و پنهان کرد اون چه که بین ایشون و بین محمد صلی الله علیه و آله و ابوبکر صدیق اینها گذشته بود، و تا اینکه بالاخره رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه رسید و از دست دشمنان مشرکین قریش نجات پیدا کرد. وقتی که این خبر گذشت و دیگه شنید که محمد به مدینه رسید، سراقه داستان رو که براش اتفاق افتاده بود تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. ابو جهل وقتی که این مسئله به گوشش رسید خیلی ناراحت شد و اون رو سرزنش کرد و گفت تو بالاخره فرصت ما رو از دست دادی و ما رو در چنین شرایطی قرار دادی. این چون خودش هم شاعر بود شعری گفت ابا حکم والله لو كنت شاهدا. ابو جهل که ابو جهل اسمش ابوالحکم بود، کسی که پدر حکمت هست، اگر تو بودی اون چیزی که من دیدم و شاهد بودی اون چیزی که من دیدم که چگونه اسب من سمهاش مثل آهن مثلا صفر شده بود و نمیتونست حرکت کنه، فرو رفته بود در زمین، و میدیدی و میفهمیدی که اون چیزی که من دیدم، هیچ شکی نمی‌کردی که محمد رسول خداست، دارای دلایل روشنی هست، چرا در برابرش مقاومت میکنی و اینقدر لجاجت میکنی؟ در هر صورت روزها گذشت و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سمت فتح مکه حرکت کرد و دیگه بحث الان دیگه زمانی بود که دیگه بالاخره مکه فتح باید میشد. اما در چنین شرایطی که پیامبر داشت میرفت و بالاخره هزاران نفر از هر قبیله جمع شدن داشتن به این شرایط سمت مکه میرفتن و هر کسی هم بالاخره وقتی این وضعیت رو دیده بود گروه می اومدند و مسلمان می شدند و بعد از فتح مکه هم به همین صورت پیامبر میگه شما آزاد هستید و حالا که مسلمان شدید برید. در این موقع سراقه ابن مالک با اون بالاخره شترش یا اسب هر چی بود اومد به سمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تا اعلام بکنه که منم مسلمان هستم. خب شرایطی بود دیگه، حالا فوج همه می اومدند و از اون زمان 10 سال دیگه حالا مثلا گذشته 9 سال 10 سال از زمان اون نامه گذشته بود که پیامبر بهش داده. و سراقه گفت یا رسول الله من اومدم به نزد شما تا اعلام اسلام خودم رو بکنم و وقتی که داشت می اومد بالاخره این انصار اینو با اون نیزه های خودشون میزدن دور میکردن، خب ازدحام بود و این خیلی اصرار داشت که نزدیک بشه. چرا میخوای چی واسه چی دیگه داری میای دیگه، حالا که اسلامت اعلام کردی؟ نه، این خیلی تلاش کرد تا خودش به نزدیک پیامبر رسونده بود و در حالی که روی شترش بود این نامه رو بلند کرد گفت یا رسول الله یادتون میاد که شما به من این نامه رو دادید، گفتید بنویس ابوبکر نوشت اینا؟ پیامبر گفت آره بذارید نزدیک بشه. سراقه نزدیک شد و گفت الان یا رسول الله وقتیه که شما به اون چیزی که گفتید وفا کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم وقتی دید این اومد و اسلام خودش اعلام کرد گفت خب تو از خیر و نیکی بهره مند شدی و بالاخره رسول خدا هم این رو مورد حمایت خر خودش قرار داد و در کنار پیامبر خدا مدتی بود تا اینکه وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت سراقه بن مالک دیگه خیلی اندوهگین شده بود و خیلی ناراحت بود که چرا یه روزی من میخواستم به خاطر 100 تا شتر خودم به رسول خدا صلی الله علیه و آله برسونم، ایشون رو بکشم یا اسیرش بکنم و همش با خودش میگه وای این چرا این کاری کردی. ولی از اون طرف هم میگه یادم میاد رسول الله گفته که یه روزی تو لباسهای گرانبهای کسرا و با اون علنگوها و دستبندها و گردنبندها رو تنت میکنه. اینم تو ذهنش بود تا اینکه روزگار گذشت، همینجور زمان گذشت تا به خلافت عمر فاروق رضی الله عنه رسید و سپاهیان مسلمان تونستن که بر کسرا پسر هرمز پیروز بشن و این تاج و تخت اون رو تصرف بکنن و اینجا دیگه بالاخره قلعه هایی که پس از دیگری سقوط کرده بود و غنایم زیادی به دست مسلمان رسیده بود که تا اینکه بالاخره سعد بن ابی وقاص خبر رو به عمر رسون که با طبق نمایندگی فرستاده بود بیاین که این پیروزی ها به دست ما رسیده و خمس این غنایم رو هم خب میفرستادن برای دارالخلافه، همون مرکز خلافت که بود، بقیه خب بین کسایی که در جنگ شریک بودن تقسیم میشد. وقتی که غنایم بین اون خمس غنایم باز بین اهل مدینه و مسلمانان تقسیم شد، یه دفعه دیدن به
تاج کسری که دارای درر و جواهر هست و با لباسهای خیلی گرانبها و دیگه لباس ویژه پادشاهی که اونجا هست و دستبندها اینها. بعد همه تعجب کردن. بعد عمر گفتش که کی میتونه بگه این چقدر ارزشمنده، این قیمت اینا چقدر ارزش داره. بعد سخن خیلی جالب واقعا. نکته که اینجا اتفاق خیلی صحبت جالبی میشه، وقت ما هم محدوده. وقتی که خب این غنایم بود و اینو دستشون بود، ارزش این غنایم خیلی بالا بود، عمر گفت کی میتونه ارزیابی کنه. خوب خیانت نشد و اینها رو رسوندن، بالاخره اینها خمس غنایم رو فرستادند و این به این صورت. بعد واقعا اینها عادلانه عمل کردن با پاکدامنی. عمر رو به علی رو به عمر کرد، در این لحظه گفت نگاه کن تو خودت انک عففته، تو آدم عفیفی هستی، دنیا طلب نیستی. فعفت رعیت تو هم به خاطر اینکه دیدن تو این گونه هستی پاکدامنی و صداقت رو رعایت کردن یا امیرالمومنین. ولو رتعت، اگر تو آدم اختلاس کن و دزدی بودی، لرتعوا، این امت هم این که پیروان تو هستن رعیتت هم همه دزد میشدن. در این لحظه دیگه عمر میگن سراقه ابن مالک رو خواست و بعد گفت بیایید که این لباس کسری رو تن تو بکنیم. جالب بود، خب لباس ها با اون وضعیت و با اون شرایط تنش کرد و بالاخره شمشیرش رو آویزان کرد و تاج اینها و گفت خب این تو مدینه بگرده و مسلمان ها تکبیر میگفتند و الله اکبر میگفتند و عمر میگفت بخن یا سراقه. و بالاخره ببین چطوری بهت میاد تاج کسری و این علنگو و دستبندهایی داری. اینجا عمر رو به آسمان دستشو بلند کرد که خدایا تو این مال و این ثروت رو از محبوب ترین فرد خودت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده باز داشتی و تو رو سپاسگزاریم و بعد از ابوبکر و فلان ما رو دیگه مورد آزمایش و اینها بیشتر قرار نده. این بود که دیگه عمر همه این موارد رو تقسیم کرد بین مسلمانان. نقل شده که سراقه ابن مالک تا زمان خلافت حضرت عثمان زنده بود و در زمان خلافت حضرت عثمان از دنیا رفت در سال 24 هجری. خب ما دیگه چون وقتمون تموم شده بیشتر از این توضیح نمیدیم. ان شاءالله توضیحات کامل رو بعد از اینکه مجموعه سیمای صحابه تموم بشه، حدوداً تقریبا 10 15 جلسه 16 جلسه دیگه که این مجموعه اولیه تموم بشه، سعی میکنیم قصه ها رو به صورت کاملتر و دقیقتر خدمت شما ارائه بدیم اگه خداوند عمری داد. تا روز دیگه و درس دیگه در پناه خدای متعال باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.